شهر ارواح کجاست و چرا نزدیک به 50 سال سلام، اینجا واروشاست که بهش لقب شهر سوخته رو دادن. این منطقه که در جنوب شهر فاماگوستا قرار داره، روزگاری مدرن ترین مکان برای تفریح و گردشگری به حساب می اومده. در واقع اینجا به عنوان لاس وگاس دریای مدیترانه در دهه 1960 دیده می شده. بدون اغراق میشه ادعا کرد که سواحل واروشا یکی از بهترین ساحل‌های دنیا به شمار میرفت. دریای زلالش در کنار شنهای زیبا دل هر بیننده‌ای رو میبرد. بعد از سال 1974 و تا همین یک سال پیش این شهر بسته بود. کسی نه اجازه ورود داشت نه حق عکس برداری. و بالاخره سال گذشته این طلسم شکست و الان اینجا برای بازدید عموم آزاده. واروشا یکی از مقاصد گردشگری برای بازیگران به حساب می اومده و همینطور کارگردان ها به این شهر علاقه زیادی داشتن و فیلم های زیادی اینجا ساخته شده. بیشتر از 30,000 نفر اینجا زندگی میکردن. حدود 40 هتل و 60 هتل آپارتمان فعال داشته. میگن اولین هتل 7 ستاره دنیا تو این منطقه ساخته شده و بعضی از هتل ها تا سال 2020 رزرو بودن. و اما چه بلایی سر این شهر زیبا اومد که خالی از سکنه شد. سال 1974 وقتی که جنگ بین قبرس شمالی و جنوبی تو اوج خودش بود، به مردم گفتن لوازم ضروریشون رو بردارن و اینجا رو ترک کنن و وقتی که همه چیز به حالت عادی برگشت، اونا هم به خونه هاشون برگردن. و اما 47 سال گذشت، نسل‌ها گذشتن و اونها هرگز برنگشتن. سال 2020 این منطقه توسط دولت قبرس شمالی بازگشایی شد.
این شهر یه جورایی مثل موزه شده و توریست ها از اینجا دیدن میکنن. آثار بمباران و جنگ هنوز بر در و دیوار ماراش پیداست. قفل‌هایی که زنگار زده، کافه رستوران‌هایی که ظروفشون زیر پوشش خاک پنهان شده. مرسی که همراهمون بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.